در سرزمینی که خورشید هر روز بر فراز کوه‌ها و شنزارهای طلایی طلوع می‌کند، داستانی کهن در دل بادها پنهان شده است. اینجا بلوچستان است. سرزمینی پر از رمز و راز، فرهنگ با افتخار. مردم این سرزمین از دل تاریخ تا امروز با روحیه قدرتمند و قلبی پر از عشق به طبیعت و هویت خود زیستند. همه چیز از روزی آغاز شد که آریان، نوجوان کنجکاو بلوچ، در نزدیکی روستای کوچکشان گردنبندی عجیب در میان شنها یافت. گردنبندی با طرح‌هایی کهن و درخششی خاص. او نمی‌دانست این گردنبند قرار است زندگیش را برای همیشه تغییر دهد. وقتی آریان گردنبند را لمس کرد، ناگهان خود را در میان طوفانی از نور و صدا یافت. چشمانش را باز کرد و دید که به هزاران سال پیش بازگشته است. او در میان اجداد بلوچ ایستاده بود، کسانی که تمدن‌های اولیه این سرزمین را بنا نهاده بودند. در هر قدم آریان با زندگی ساده و پرمعنای آنها آشنا می‌شد. مردمانی که با طبیعت زندگی می‌کردند و برای بقا و آرامش می‌جنگیدند. اما این تازه آغاز ماجراجویی او بود. گردنبند او را به دوره‌های مختلفی از تاریخ بلوچستان برد. او شاهد جنگ‌های قهرمانانه بود، جایی که بلوچ‌ها برای حفظ هویت و سرزمینشان در برابر مهاجمان ایستادگی می‌کردند. او با قهرمانان افسانه‌ای بلوچ دیدار کرد و داستان‌هایی شنید که پیشتر تنها در رویاها می‌توانست تصورشان کند. آریان همچنین شاهد زیبایی‌های فرهنگ بلوچستان بود. از رقص‌های سنتی گرفته تا موسیقی روح‌نواز و سوزندوزی‌های زیبا که هر کدام داستانی از عشق و هویت را روایت می‌کردند. او فهمید که مردم بلوچ نه تنها با طبیعت همزیستی داشتند، بلکه با قلب و روحشان به زندگی معنا می‌دادند. وقتی آریان به زمان حال بازگشت، نگاهش به سرزمین و مردمش تغییر کرده بود. او می‌دانست که حامل گنجینه‌ای از داستان‌ها و ارزش‌هاست که باید با دنیا به اشتراک بگذارد. او تصمیم گرفت تا تاریخ و فرهنگ بلوچستان را زنده نگه دارد و به دیگران نشان دهد که این سرزمین تنها یک نقطه روی نقشه نیست، بلکه قلبی تپنده از تمدن، افتخار و عشق